اینم از گنبد زیبا، گنبدی که همیشه شب زنده داره و بیدارن، خیابوناش امکان نداره که بیاد خاموش بشه. خیابونی که داریم میبینیم خیابان بولوار دانشجو، ساعت 3 صبح 2 صبح هنوزم مردم دارن دور میزنن. البته اینجا خیابونش خیلی شلوغ‌تر از این حرفاست، پر ترافیکه. الان خیلی خلوت شده خیابونا. یه چیزی میخواستم بهتون نشون بدم الان که وایسین برسم، خیلی جالب و دیدنی. اینقدر حال میکنین تعجب میکنی که همچین چیزی باشه. یه چیز جالبی هست بهتون میخوام نشون بدم، پس کنین کیف کنین. این نه یه دقیقه صبر کنین بریم تا اونجا. یک لحظه صبر کنین الان میرسیم. نمیدونم میشناسین گنبدو یا نه، اومدین نیومدین. یعنی شهر باصفاییه، مردم خونگرمی داره. اینجا بیشترشون ترکمنن و خیلی مهمون نوازن، فارساش خیلی مهربونن، با هم دیگه کنار میان. اینجا ترکمن فارس نداره، همه با هم برابر برادرن. یعنی خانواده بزرگ دارن زندگی میکنن. اینجا اهل سنت و تشیع نداریم. یه دقیقه صبر کنیم ببینم. الان بهتون نشون میدم. وقتی این آهنگ میذارن خیلی حال میکنم. نور عالی. وقتی چراغ قرمز میشه باید وایسیم دیگه. از میدون انقلاب گنبد کاووس. حالا بیاین این نشون بدم.
جریان جالبتر از این حرفا میشه. ای خدا بچه ها، حتما منو سابسکرایب کنین، لایک هم کنین، پیشنهاداتون رو بنویسین. خیلی خوشحال میشم که منو همراهی کنین. این دورور یه چیزی هست، اگه گفتین چیه؟ یکی از برج‌های معروف دنیاست، قدیمی ترین برج آجری دنیا که بهش میگن برج قابوس. قابوس ابن واشمگیر درستش کرده، تمام آجر بدون سیمان و آهن. ببینید یکی از قشنگترین معروفترین کارهایی که قابوس ابن واشمگیر انجام داده. این بالاتر از 1000 سال قدمت داره. از اینجا بذار نشونتون بدم چقدر دور و برشو داربست گرفتن، فقط به خاطر اینکه علف‌های دور و برشو بچینن، علف‌های هرزو بردارن. یک بنای تاریخی دیگه هم داریم که این میدون یادبود، یکی از قدیمی ترین میدونای اینجا. اینم بلوار امام خمینی که بهش محله آخوندآباد میگن. آرش قبلی هم رودکی بود، بعد از اونم بعد آرش هم میاد جامی. اگه برای سفر میخواین شهری رو انتخاب کنین که خیلی بهتون خوش بگذره، به نظر من شهر گنبد کابوس تو استان گلستان رو انتخاب کنین که بهتون خوش میگذره. فکر نکنم که اصلا ذره‌ای بهتون بد بگذره. همکارامون هم دارن کار میکنن، تابلو دارن میزنن. بچه ها نگین این آقا چرا از همه چی فیلم میگیره میذاره. فقط دوست دارم از کارهایی که بلدم و آشنایی دارم باشون، تو کاراش خبره هستم دیگه، شمارم جریان بذارم و نشونتون بدم. اینم میله گنبد. اینجوری نگاش نکنین، خیلی چیز گنده ایه. اینم محوطه ترتمیز و با صفاش که میتونی قشنگ اینجا بشینی و واسه خودت تفریح کنی و کباب درست کنی و اشغال زید بازی و این حرفا. قربونت برم بچه ها، خیلی خوشحال شدم. بازم همدیگر رو میبینیم، واسه شهرهای دیگه هم فیلم میذارم. خیلی متشکر میشم که منو سابسکرایب کنین، حمایت کنین دوستان.
خیلی دوستتون دارم. با امید دیدار.